با سلام خدمت همه دوستای عزیزم. قبلا در مورد سوپاپ پی سی بی یا سوپاپ بخار روغنی توضیحاتی داده بودم. من یک کلیپی درست کرده بودم که الان این کلیپ تکمیلیه. هر وقت در سوپاپ روغن رو وا میکنیم و به جای پرتاب روغن به سمت بیرون مکش ایجاد میشه و یه صدای اضافی شبیه صدای بلبورینگ در دینام یا واتر پمپ به گوش میرسه. این ایراد از این قطعه سوپاپ پی سی بی یا بخار روغن هستش و دلیلش هم اینه که داخلش دیافراگم هست که این دیافراگم سوراخ میشه و این مشکل رو ایجاد میکنه. حالا من قبلا در این قطعه رو وا کردم، داخلش دیافراگم رو میبینیم. این دیافراگم به این صورت کار میکنه که اگه سالم باشه، یعنی الان این دیافراگم سالم نیست، روش سوراخ‌هایی می‌بینیم که هست. الان این سوراخ‌ها باعث میشه که تو عمل کرده این قطعه مشکل ایجاد کنه و به جای اینکه بخار روغن به سمت درشه گاز و عرض موضوعت رزیناتور ارسال بشه، به خاطر ایراد در عمل کردش باعث میشه که بخار روغن به سمت این قسمت هایی که عرض کردم نره. نحوه باز کردن این قطعه به این صورت که با پیچ گوشی، حالا با یه ذره فشار اینو باز میکنیم.